الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که لکم دینکم ولی دین از سوره کافرون چی معنی دارد و آیا سوره کافرون منسوخ شده است یا نه؟ البته که اولا میگویم که سوره الکافرون منسوخ نشده است، گرچنده که بعضی از انسان ها میگویند که سوره الکافرون منسوخ شده است، اما علمای اهل سنت و الجماعت میگویند سوره الکافرون منسوخ نشده است و انمین قول اهل سنت و الجماعت است و امامان اهل سنت و الجماعت از متقدمین سلف این امت است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در این مسئله علمای متقدمین را سخنهایشان را ذکر میکنند و میگویند که سوره الکافرون قل یا ایها الکافرون تا آخرش یگان آیتش منسوخ نشده است، بلکه به این سوره تا روز قیامت عمل کرده می شود. و این چنین ابن القیم الجوزی عیناً همین سخن را در کتاب اغاثة اللهوان و در کتاب مدارج السالکین و در دیگر کتاب میگن و سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموعه الفتاوا ذکر شده است و ابن کثیر رحمه الله هم همین سخن را میگند که قل یا ایها الکافرون این سوره منسوخ نشده است بلکه عمل کرده می شود. اما در تفسیر این سوره قل یا ایها الکافرون، در تفسیر سوره الکافرون دو فهم است: فهم اهل سنت و الجماعت فرقه ناجیه الطائفه المنصوره و فهم اهل بدعت من الصوفیه و الرافضه و اشاعره و الماتریدیه. فهم اهل بدعت همین است که تمام اهل بدعت میگویند که این سوره منسوخ است، برای آن که این سوره برای اقرار کردن دین مشرکین آمده بود که دین شما الهیده است، دین ما الهیده است. بعد از این آیت های جهادی که آمد این سوره رو منسوخ کرد میگد. و حتی بعضی از صوفیان میگن که این آیت منسوخ هم نیست اما عمل کرده در این دنیا میشود، به مانند اینکه کفار آزاد است، ما هم آزادیم، دین مجبوری ندارد و غیره. اما اهل سنت و الجماعت میگویند این سوره منسوخ نیست، تا روز قیامت عمل کرده می شود و معنایش این عین براءت است. بزرگترین دلیل برای براءت کردن از کفار و مشرکین انمین سوره الکافرون است، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جانب الله امر شدند که به مشرکین کفار بگویند، به مشرکینی که قریش بودند بگویند که ای کافرها، قل یا ایها الکافرون، بگوی محمد، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم گفتند که ای کافرها، ندا کردند، گفتند ای کافرها. وقتی که اونها شرک را انجام دادند کافرها گفتند لا اعبد ما تعبدون، گفتند هر آن چیزی که شما عبادت میکنید و به الله شریک قرار میدهید من این چیزهای شما عبادت کرده را عبادت نمیکنم. این براءت است. براءت انمین است که شما بگویید که ای مشرکها، هر آن چیزی که شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم و هر آن چیزی که من عبادت میکنم شما عبادت نمیکنید. معناش این است که شما هم از من براءت کرده اید، منم از شما براءت کرده ام. براءت در این آیت فهمیده می شود که دو جانبه است، هم براءت مؤمنین از مشرکین و هم براءت مشرکین از مؤمنین. بله وجود دارد، امروز مشرکین از مؤمنین براءت میکنند، مؤمنین را طعنه میزنند، مؤمنین را فناتیک میگویند یا که طعنه های دیگر میزنند و این چنین مؤمنین از مشرکین براءت اعلام میکنند. براءت دو جانبه است. چخیلی که قوم حضرت ابراهیم علیه السلام را به درون آتش پرتافتند، به درون آتش انداختند از سبب براءت، یعنی براءت کردن از ابراهیم علیه السلام در جانب خودشان از مشرکین براءت کردند. اذ قال ابراهیم لابیه و قومه انی براء منکم و مما تعبدون، ابراهیم هم براءت را اعلان کردند. پس این سوره قل یا ایها الکافرون مغزی براءت، عین براءت، اساسی براءت، اصلی براءت را بیان میکند و میگوید که
پیامبر صلی الله علیه و میگن که من هر آن چیزی که شما ای مشرکین عبادت میکنید عبادت نمیکنم، من از او براءت میکنم، بیزارم، و این چنین شما هر آن چیزی که من عبادت میکنم عبادت نمیکنید. یعنی در حالتی که مشرک هستید شما نمیتوانید که بیایید و همراه ما باشید. عین این سخن همین است. عیناً سخن ابراهیم علیه السلام سوره ممتحنه آیه 4 همین است که تا همان روزی که شما غیر الله را عبادت میکنید شما همراه ما شده نمیتوانید، شما همراه مؤمنین شده نمیتوانید، شما همراه ما الله را عبادت کرده نمیتوانید. همان وقت شما همراه ما میشوید، همراه مؤمنین، همان وقت شما الله را عبادت میکنید که غیر الله را ترک کنید. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. هر آن چیزی که من عبادت میکنم شما عبادت نمیکنید، در حالتی که مشرکید. ابراهیم علیه السلام این سخن را به قومشان گفتند و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء حتی تؤمنوا بالله وحده. ظاهر شد دشمنی و عداوت و بغض بین ما و شما ای مشرکین تا همان زمانی که یگانه به الله سبحانه و تعالی ایمان بیارید. یعنی یگانه الله را حتی تؤمنوا حتی وحدوا الله سبحانه و تعالی، یگانه عبادت کنید الله را، یگانه یعنی الله پرست باشید. پس بارک الله فیکم این سوره قل یا الکافرون هم عین براءت است، عین منهج ابراهیم علیه السلام است. بار دیگر در اینجا الله سبحانه و تعالی تاکید میکند ولا انا عابد ما عبدتم قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم. بار دیگر تاکید میکنند. این یک بار دیگر تاکید شدن، یک بار دیگر براءت اعلان کردن برای تاکید است، برای این مسئله مهم بودنش است که پیامبر به الله با امر میکند که بگو که هر آن چیزی که شما عبادت میکنید هرگز من عبادت نمیکنم. یعنی مشرکین تماما آرزویی که در دل داشته باشند که بناگاه من به همراه اونها، یعنی اعوذ بالله، الههای باطل اونها را عبادت کردن ممکن است، یا که یگان روزی به طرف اونها میروم، مشرکا به تمام دلشون را کنند، یگان امید و آرزو نکنند که هیچگاه من به طرف اونها نمیروم، هیچگاه چیزی که اونها عبادت میکنند من عبادت نمیکنم است. تاکید همین است. ولا انتم عابدون ما اعبد. و این چنین مشرکین باید دانند، تأکید یک بار دیگر است که در حالت مشرک بودنشون، در حالتی که سبحان الله غیر الله را عبادت میکنند از لات و منات و عزا، هیچگاه در این حالت شرکشون الله من را، الله یکتا را عبادت کرده نمیتوانند. شرط عبادت الله همین است که غیر الله را ترک میکنی. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. هر کسی که کفر بالطاغوت ورزد، یعنی الههای باطل را ترک کند، لا اله الا الله همین است، لا اله نیست معبودی بر حق بجز الله، تمام الههای باطل را اول ترک میکنی، بعد عبادت الله را میکنی. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. اول باید بدانی، قبول کنی، تصدیق بکنی، اقرار بکنی که همه معبودهای بوده غیر از الله باطل است، همش رو ترک بکنی و بعد از این به عبادت الله بیایی. این آیت همین معنای لا اله الا الله را بیان میکند، میگه که ولا انتم عابدون ما اعبد. و شما عبادت نمیکنید هر اون چیزی که من عبادت میکنم، برای اون که شما مشرکید. مشرک در حالت شرکش همراه مسلمان ها اومده عبادت کردن، دوست شدن، برادر شدن ناممکن است. و مسلمان هم اگر مسلمان باشد همراه مشرکین، در حالتی که مشرکین است، با اونها همراه شدن و قطعی گشتنش ناممکن است. مشرک در جای خودش مشرک است، مسلمان در جای خودش مسلمان است. مسلمان قانون خود را دارد، عبادت خود را دارد، مشرک عبادت خود قانون خود را دارد. و مشرک تا روز قیامت با اهل اسلام می جنگد و امر الله این است که تا روز قیامت اهل اسلام با مشرکین می جنگند. حق باطل همین است. و در آخر آیت الله بیان میکرد که لکم دینکم ولی دین. دین شماست شما را و دین ماست ما را. یعنی دین ما همان دینه که هیچگاه شرک را قبول نمی کند، مشرکین را قبول نمی کند، دوستی با مشرکین را قبول نمی کند و قبول نمی کند که یک مشرک در حالت مشرکیش بیاید و همراه ما باشد، عبادت کند الله ما را در حالتی که مشرک است. و ما هم دینمان ما راست. دین ما هم همچنین است که ناممکن است که یک مسلمان در حالت مسلمان بودنش رود با همراهی مشرکین باشد، مشرکین را کمک بکند. نه، این مسلمان نیست، از مسلمانی برآمد، کافر شد. پس برادر عزیزم، از همین جهت است که
شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی، ابن کثیر و دیگر از علما، از بغوی، امام بغوی و غیر از علمای اهل سنت والجماعت میگن که سوره الکافرون مغزی کفر بالطاغوت است، مغزی براءت است و این تا روز قیامت عمل کرده می شود. البته سبب نازل شوی این سوره هم به ما معنای سوره رو کمی خوبتر میفهماند. این است که زمانی که مشرکین به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کردند که ای رسول الله یا که ای محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، بیا یک سال تو ما را اله ما را همراه ما عبادت کن، همراه مسلمان ها، و ما هم یک سال بعد اله تو را عبادت کنیم. و این سوره جواب برای اونها بود که نه، هرگز مسلمان اگر مسلمان باشد همراه شما اله شما را عبادت نمیکند. نه، هرگز مشرک تا روزی که شرکش را ترک نکند همراه ما الله را عبادت نمیکند. بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم.